موجود زنده در جسد بی حیات و بی روح نمیتونه زندگی بکنه و زنده بمونه. بنابراین ما در درون یک وجود زنده داریم زندگی میکنیم، وجود زنده ای که بر ما محاطه. آب اقیانوس بر ماهی محاطه، ماهی که بر اقیانوس، آب اقیانوس محاط نیست که؟ مگه محاطه؟ آب اقیانوس قدرتش بیشتره، حرکت بکنه ماهی رو با خودش میبره، اون وال و نهنگ هم با خودش میبره، نمیتونه در مقابلش ایستادگی کنه و باید طبق قانون حرکت امواج اقیانوس زندگی کنه دیگه ماهی. پس توحید، هستی حاکم بر ماست، محاط بر ماست، ما در وجود او داریم زندگی میکنیم. اگر خلاف قوانین اون بخوایم زندگی کنیم که اجازه نمیده ما حرکت کنیم زنده بمونیم. که بذر آدم در رحم سیاره زمین کاشته شد، تا میوه آدم رو نده که نمیتونه متولد بشه، که نمیتونه از این سیاره بره بیرون. پس اجازه نمیده کسی تا زمانی که به توحید نرسید در این مجموعه، در این رحم. یعنی چی به توحید نرسید؟ یعنی که تمام اجزای بدن این جنین با همدیگه به توحید نرسیدن، به یک پارچگی نرسیدن، متحد نشدن. مثل این بدن ما تعجب برانگیز نیست؟ بدن ما هیچ کدومش شبیه همدیگه نیست، هیچ کدومش. نه غذاهاشون شبیه همه، نه نوع کارهاشون شبیه همدیگه است. اما چطور با همدیگه متصل شدن، وصل شدن و دارن کار میکنن هماهنگ؟ چگونه؟ سوال نی؟ چطور به توحید رسیدند این اجزای ما، اجزای بدن ما؟ چگونه به توحید رسیدند؟ چگونه به یک تایی رسیدند؟ بر طبق چه قانونی، چه اهدافی، چه هدفی به این توحید رسیدند که تشخیص دادن اگر در اتحاد با همدیگه باشن، اگر در اتصال به همدیگه باشن، میتونن به بقای خودشون ادامه بدن. چگونه؟ هیچ کدوم شبیه هم نیستن. روح راننده که این تو نشسته از همجنس این جسم نیست که. چطور متصل شده به این جسم؟ چطور اینا به توحید رسیدن؟ یه خورده به این فکر کنیم. به همون صورت هم انسان‌های روی سیاره زمین اگر میخوان متولد بشن در این هستی، بایستی به توحید برسن. یعنی اون چیزی که در قرآنه. گفتیم دیگه اسلام قانون حاکم بر کل هستیه. اسلام حقیقی، حقیقت اسلام. پس اجزای این جنین اگر الان جدای از همدیگه هستن، همدیگه رو مثل رقیب میبینن، که اگر بدن ما، سلول های بدن ما اینجوری فکر میکردن، ما باید متلاشی بشیم که این اتفاق میفته. چه زمانی؟ زمانی که این روح از بدن خارج میشه، اونجا به جون هم میفتن. یعنی روح خدایی دیگه درونشون نیست، اون عشق درونشون نیست، اون لطافت درونشون دیگه نیست، اومده بیرون.
میافتن به جون همدیگه. سلول ها شروع میکنن همدیگه رو خوردن. اما تا زمانی که درونش بخواد باشه، درون این بدن بخواد باشه، اینها کار خودشون انجام میدن. مثل حیوان نمیافتن به جون همدیگه، همدیگه رو نمیخورن. نه، انقلاب ایران در واقع این بود. در واقع این بود دمیدن روح در کالبد این بشر، این موجود. پیامی رو آورد، انسانیت. اگر نباشه هم دیگر میخوریم که. مگه هست؟ مگه هست 50-60 هزار نفر انسان رو در غزه، در فلسطین، در غزه کشتن، هیچ کسی ککش نگزید، هم دم از انسانیت میزنن. در اوج کشتار تو غزه و فلسطین این المپیک فرانسه شروع شد، همه رفتن اونجا دارن هلهله و کلکله میکشن، سوت میزنن، جیغ میزنن، خوشحالی میکنن، مدال میدن به هم دیگه، کاپ میدن به هم دیگه، جشن میگیرن. برای چی؟ که من پیروز شدم. به چی پیروز شدی؟ بر حیوانیت. اونجا داره هم نوعت کشته میشه، انسان داره اونجا کشته میشه، بچه داره کشته میشه اونجا، زن داره کشته میشه اونجا. 40-50 هزار نفر شوخی نیست، 60 هزار نفر شوخی نیست. بعد بلند میشی اونجا میشینید جشن میگیری، ذوق میکنی، مسابقه میدی با خیال راحت. اگر روح در بدن نباشه که بابا جنه همدیگر میخورن این سلولا، که اون روح خدایی هستش که در درونه که باعث اتحاد میشه. اون پیام الهیه، پیام خداییه. انقلاب ایران این پیام رو آورد. حالا درسته خیلی مشکلات وجود داره تو این کشور، خیلی کارها داره انجام میشه، بله، اما فکر کنیم که چرا داره انجام میشه، برای چی داره انجام میشه. خیلی مسائل که داره به وجود میاد. یکی از قوانین هستی قانون طبیعت اصلا کلا اینه، هیچ وقت روی بنای کهنه‌ای بنای تازه‌ای ساخته نخواهد شد. هیچ وقت. شما تا از گذشته خارج نشید نمیتونید وارد چیز نو بشید، باید خارج بشید از گذشته. انقلاب ایران از قلب هستی نشأت میگیره، نه از انسان ها. انسان اگه ماها بخواد باشه ما همینیم، که همین الانش اومد، پیامش اومد، از اون کار نداریم که. بدتر شدیم بهتر نشدیم، فراموش کردیم انسانی. تو فیلم قبلی گفتم دیگه، حیوان اگر هم نوعش رو میکشه به خاطر اینه که توانمندی ما انسان ها رو نداره.
اون به 3 چیز فکر میکنه: خوردن، خوابیدن، تولد مثل. برای بقای خودش به خاطر عدم داشتن توانایی ما انسان هاست که همدیگر رو میکشه، چون با ابزارهایی میاد مثل چنگ و دندون و گوش و چیز و عضلات و اینها، با همون به دنیا میاد که با همونا میتونه خواسته های خودش رو به دست بیاره و با همونا میمیره. کم میشه که زیاد نمیشه. چجوری مثلا کم میشه؟ پیر که میشه دیگه اون قدرت بازو دویدن رو نداره که، دندونش میشکنه، شاخش میشکنه، مریض میشه، یه همچین چیزایی. اما ما چی؟ ما در درون نطفه‌مون، در درون بذرمون اینها بوده که رسیدیم به اینها رو درست کردیم، تونستیم کشاورزی بکنیم، یه زمین مثلا 1 هکتاری کلی غذا به دست بیاریم، یه زمین 500 متری برای 100 نفر خونه بسازیم. این در درون نطفه و بذر ما بود. ما که به دست نیاوردیم اینا رو، که بود، ما کشفش کردیم، ما به یاد آوردیم. اصلا این وقت سوال هستش برای ما که چقدر طول کشید که اجداد باستانی ما رسیدن به اینجا؟ چقدر طول کشید؟ چند هزار سال طول کشید ما شدیم این. بعد برامون جای سوال نیست که یه بچه که تازه متولد میشه با انسان عصر حجر چه فرقی داره؟ هیچ چی بلد نی، نه بلد صحبت بکنه، نه بلد راه بره، نه بلد لباس بپوشه، هیچ چی بلد نیست این بچه. با انسان عصر حجر هیچ فرقی نداره. اما چطور میشه که یک دفعه در عرض 10 سال، 15 سال، 20 سال میشه یک غول اطلاعات؟ این اطلاعات از کجا آورد؟ کجا بود این اطلاعات؟ اینا در درون نطفه و بذر ما هست که رسیدیم به اینجا. یعنی به ما داده شد. به ما داده شد دیگه. بنابراین آقای ایلان ماسک نمیتونه از اینجا بره بیرون. سلولی از سلول هاست، از این جنینه. نمرود گونه نبا فکر کرد، دچار توهم نباید شد. آقای ترامپ خیلی حرفا میزنه، خیلی به قول معروف میگن که شاخشونه میکشه. بشین بابا جون، این حرفا نیست، اصلا نیست این حرفا. مگر توحید اجازه میده بذری رو که کاشته امثال تو بخون اون بذر رو بین ببرن؟ مگه اجازه اینو میده؟ فکر کردی؟ دچار توهمی. فراموش نکنی عقل و منطق موجود زنده در درون یک جسد بیجان نمیتونه زندگی کنه. یه خورده از زندان ذهن خودتون بیاین بیرون. بیاین بیرون، نگاه کنید، ببینید کجا قرار دارید. ببین کجا قرار دارید. چقدر شناختید این هستی رو؟ چگونه به این نتیجه رسیدید که میتونید در درون این هستی هر جایی که خواستید حرکت کنید برید؟